در سال 1147 بعد از میلاد شیپور جنگ صلیبی دوم توسط پاپ اوژن سوم به صدا درآمد. این نخستین جنگ صلیبی بود که توسط شماری از اشرافزادگان و 2 تن از پادشاهان اروپایی یعنی لویی هفتم پادشاه فرانسه و کنراد سوم پادشاه آلمان رهبری میشد. این جنگ در 3 جبهه شرق، غرب و شمال اروپا به وقوع پیوست، اما جریان اصلی جنگ در شرق اروپا بود. در 16 فوریه سال 1147 بعد از میلاد صلیبیون فرانسوی در شهر اتام گرد آمدند تا در مورد مسیر حرکت لشکر خود گفتگو کنند. مسیحیان آلمانی قبلا تصمیم خود را گرفته بودند و تصمیم آنها بر آن بود که از راه خشکی و از امپراتوری بیزانس حرکت کنند، چون به دلیل خصومت کنراد سوم با راجر پادشاه سیسیل امکان نداشت که آنها از راه دریا عبور کنند. صلیبیون فرانسوی نیز از کنراد سوم پیروی کردند و راه خشکی را در پیش گرفتند. هر دو ارتش لویی هفتم و کنراد سوم جداگانه اروپا را در نوردیدند و از بیزانس گذشتند، سپس به آناتولی رسیدند. صلیبیون آلمانی به همراه نماینده پاپ کاردینال تئودین راهی مسیر شدند و قرار گذاشتند تا در قسطنطنیه به لشکر صلیبیون فرانسوی ملحق شوند. صلیبیون فرانسوی نیز به فرماندهی چندین کنت مسیرشان را از بتس شروع کردند. سرانجام هر دو ارتش توسط نیروهای سلجوقی در منطقه آناتولی شکست خوردند. لویی هفتم و کنراد سوم در سال 1148 بعد از میلاد به همراه افراد باقی مانده از ارتش شکست خوردهشان به اورشلیم رسیدند. از میان دولت‌های صلیبی کندنشین اودسا شمالی ترین و ضعیف ترین و کم جمعیت ترین دولت صلیبی در اراضی مقدس به شمار می رفت. به همین دلیل بود که مدام توسط دولت‌های مسلمان اطراف مورد تصرف و حمله قرار می گرفت. در این برهه زمانی جنگ دیگری نیز در جریان بود. محاصره دمشق جنگی بود که در جنگ صلیبی دوم میان مسیحیان و اتابکان دمشق به وقوع پیوست و سرانجام این جنگ نیز باعث شکست مسیحیان و از هم پاشیدن جنگ‌های صلیبی دوم شد. تنها موفقیت صلیبیون در جنگ صلیبی دوم در سال 1147 بعد از میلاد و به وسیله نیروی مشترک 13,000 نفری فلامانها، نورمنها، انگلیسیها، اسکاتلندیها و صلیبیون آلمانی روی داد. این جنگ با یاری دادن لشکر 7,000 نفری پرتغالی برای تصرف لیسبون بود که بعدها به پیروزی و تصرف کامل شهر خاتمه یافت. جنگ صلیبی دوم در شرق به شکست بزرگ صلیبی‌ها و پیروزی بزرگ مسلمانان منجر شد و تأثیر بسیاری در سقوط اورشلیم گذاشت.